درود هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. گفتی رمضان قادریف که باید درنی ماشین و میگه یا ساسوی تلفن رو میگه ما باشه باز درنی ماشین حیات همی از امام علی مرا تهمت میکنه با خوجگان خارجی داره. ما میگیم که ما یعنی نمی چیزهای نمی گشتی ما نمی روزی ما فکت و دلیل است که واقعا ما با مهنت خود همون یک تنگه پولی خدا یافته زندگی ما رو میبینیم. اصلا یگان انسان تا همین روز در پیش شما و در قیامت هم شاهدی میتونم که در پیش خدا هم که از کسی یگان سون پول نگرفتم برای این کارهای کردگی. خب دوستان عزیزم، موضوع اصلی بگیم که موضوع اصلی موضوع زندانی ها است که امروز مردم از زندان کرده استودن، بیرحمانه زندان کرده استودن در تاجیکستان. سوال ما با امنیت و با سود هست. فرض کردیم امام علی رحمان مایل یک دشمن هست. فرض کردیم امام علی رحمان مایل میخواه که تاجیک نابود سازه. ما هم خیلی تصور داریم، اصلا مردم ما خیلی تصور داریم که امام علی رحمان دشمن تاجیک است. امام علی رحمان میخواد تاجیک نابود کنه، اما امام علی رحمان خودش تنها است، یک آدم است. یعنی این شاید باشه این فکر یک آدم است، یک انسان تصور داره یا فکر داره که بدبینی به تاجیکستانی داره، اما این عمل ها را کی اجرا کرده است؟ ایده یک انسان کی عملی کرده است در تاجیکستان؟ این خیلی با تاجیکا است. یعنی هزارها صد هزارها زندانی ها قریب تای بگیم 3-4 میلیون انسان زندان شده است در طول همین 30 سال. زندان شد برآمد زندان بدگیش زندان است. شاید که تا 4 میلیون هم انسان زیاد زندان شده برآمده باشه. همه ای را زندان کرده است. باز هم گرد اطراف امام علی رحمان باز هم به نام تاجیکا هستند. یعنی ایده فکر یک انسان عملی کرده استودن یک چند آدم است، یک چند امنیت، یک چند پروکرور، یک چند سود و خودی امنیت میدونه او آدم بیگناه است. خودی پروکرور هم میدونه او آدم بیگناه است و خودی سودیه هم میدونه هم آدم بیگناه است، اما با تهمت ها او را میبرند به یگان اساس به یگان دلیل کنج زندان میکنند. اگر که ما 4 میلیون جوان و مردک زن که در تاجیکستان زندان شدن برآمدن در طول 30 سال گویم زندانی شده ایستادن زندان شدن برآمدن، اگر حساب کنیم 4 میلیون هم بگیم اهالی، خیلی نبگیم که 1 میلیون دیگهش مرد رفت، اما 3 میلیون دیگهش زنده هستند در روی دنیا تا حال. سوال با امنیت، سوال با همون انسان هایی که پروکرور و سود و سودیه که شما ایده یک انسان عملی کرده ایستاده، یک انسان، اما شما میدونید بیگناه بدنی همین جوان ها دیگر انسان هایی که بله هست در داخلش انسانی که گناه کرده است، ایرا ما یگان چی نمیگه مطابق قانون، اما بیگناه هایی که زندان کرده است. فردا شما دارین در سوال های همون انسان ها جواب دارین؟ فردا فرض کردیم آمد پیشت آمد در آمد همه آدمی که زندانی کردگی، السلام علیکم محترم سود، محترم پروکرور،
همین سوالای من دا جواب تی بگه چی جواب میتی؟ نه زشتا حیات انسان ها را 10 سال 15 سال 20 سال پروستا سوزونده است. برای چی؟ برای آن که فرزندی تو امام علی رحمان یعنی فرزندی تو باید پرزیدنت شود. برای خاطر آینده فرزندی خودت اینقدر انسان ها را آینده شا سوزونده است، حیات شا سوزونده است، فرزنداش آینده شا سوزونده است. برای یک رستم شده. یعنی همینقدر قربانی ها از اون جمله پسلدنی ژورنالیستو کشیده ایستاده برای یک رستم شده. این همینقدر رستم همینه بچه هست، ایام بچه هست، اما تو برای یک رستم نمیقدر بچه ها را نمیقدر جوان مرد را قربانی کردی، کشتی. ولی یک امنیت نوشتگی هست اما هم اسکرینوش هست که چند تا تای خاک روی کدگیم نوبتی تا هست. فکر میکنن که اونا همین خیلی پینهان میمونن در روی دنیا یا پینهان زندگی میکنن. نه، یک چی را یادتون نبرورین. با خدا قسم میگم شما دا فرزنداتون در جاتون جواب میده. همون کاری که در حق ما کرده ایستادین کو اکای ما را عذاب داده استین، پدرای ما را مادرای ما را عذاب داده استین کو شما را نچلنیکاتون میفروشن. شما تنها نیستین، شما دل دارین. شما کی هستین؟ در حکومت ثبت شدگی هستین. کی بودن شما معلوم است همتون. امروز پنهانین. بله امروز پنهانین. امروز میکنین همه کارا اجرا میکنین. یکی دنیا به دروازه نیست. او روز همون رهبرایی که فرمان دادگیتون همتون دلاتون همیورن که در پیش میمونن میگن که نمی آدمای نمی وظیفه را اینمی پریکازو را اینمی آدمای اجرا کردگی است. یک تا کو گفتی همو گپا شاید که تلپوای میاریم تون در روجا کو جواب میتی در پیش ملت با مطابق قانون. برای چی؟ برای که شما میدونید فکت انسان هم اپوزیسی هم برامدگی جوان هم داخل زندان بودگی ها همه اینا بیگناه هستن. یعنی که واقعا هم نه خوجه دارن نه بگیم که رنگ امام علی و پول خارجی میگیرن. همه خوجه و پول خارجی را امام علی میخورن. نه که شما تهمت کرده تاجیکو را کشتین، تاجیکستانی را کشتین، زندان کردین. همین شما میدونین که روز سوال و جواب میشن. چخه شما فرزند یک مردک گرفتین بردین نزشتا زندان کردین، پدر مادرش خون گریه کرد، هزارها پدر هزارها مادر از عالم از غم فرزند گذشتن، شما بردین زندان کردین و او فرزند مرده پدر مادرش دیده نتونست. هزار تای دیگهش در برنا گرفتن رفتن. او هم از آن جمله مرده اکا مرده دودر مرده پدر مادر دیده نتونستن. یعنی آخران جسد خنی که او را یک بار کو در بالاش هم خیلی استاده یا تابوتی او را قپیدن. میدونین که این انسانو یعنی از شما چیز پروس میکنن همون روز. فرض کردیم امروز شما در همون پشمای امام علی چسبیدگی کایک برین، گویا که زندگیتون خوب است، گویا که فرزنداتون در خارج است، گویا که فرزنداتون دیگر گراجدانست و دیگر دولت داره، دیگر تمام یا اتویتستوینی نیستن. نه، این چیزا فراموش کنین شما. این چیزا فراموش کنین. و اینمی امروز دلیل است که همشون گراجدانیای خارجه و امریکا و اروپا بودن. یک قیامتش ده یک روز انیلی رو کردن همشکو گفتی همون گپو دوست ویدوس کردن. اینجا گفتم زنیم برین اونجا وطن تون برین. این یکم چیز است. دیم چیز یک در قرغن در زمان SSSR یک زنکی سودیه بود. چقدر آدم ها را سود کردگی است. یعنی جاست که سودیه بودگی. رنگ اینمی حاضر زمان برید
همین دیگر کو مالشی دلیل قطعی کو استاتیا را زده سود کده روان کدگی است. وقتی ناآرامی شید در تنه او جای نموند که استاتیا ننویسنش، یعنی با کورچه هم خیلی پرش کردن، هم پرش کردن وقتی از زون برآمدگی. و شما طلب جامعه سالم دارین که تاجیکستان باید یک جامعه سالم باشه. در حالتی همارا شما میلشی چیزا قطعی برای زندان کنید، حیاتی او را بسوزانید، او میبرویه سالم میبرویه اینجا. یعنی او میبرویه میگه که همان اشتیاق که تمام. شما نمیفهمید که انسانو را شما پسیخیچسکی معیب کرده ایستادین، شما پسیخیچسکی انسانو را قاتل کرده ایستادین، شما پسیخیچسکی انسانو را نستروید کرده ایستادین که بخیزه همون روز کاری کردگیشه در حق شما و فرزندای شما بکن. و از اون جمله میلیسایی که پیراشکی میخرین میطلبین میگردین در بازارو کو در کوچه های جمعی آگون دونی انگوزم جگونگاندی خطونا شستریاک میگیرین کو. سوال با شما امروز که بگدای پیراشکی میخرین شما و فردا در پیش این مردم چی جواب میتین شما؟ چی جواب میتین؟ بله حاضر مردم خاموشی دارد. هر یک دولت، هر یک ساختار وقتی سلابی میشود، یعنی در اوجا همون انسانایی که نینویس دارن امروز نمیتونن خاموشان، او روز میبروین، او روز سخت میبروین بعدی برآمدن. بعد میلیسه ها، پروکرور ها و بگیم سودها، سودیه ها با امید امام علی کردن کارا، دل خواهی امام علی را اجرا کردن با امید نان شده، پول شده. او روز سوال جواب دا تیار شد. مثل همونه که یک میلیسای روسه که چند آدم دلک شدگی بعد درمدن تا گولک گوارگیش ریزه کردن نیزشتا. برای چی؟ برای اون که بله انسان اشتباه میکنه، انسان خطا میکنه، انسان بگیم که هر چی شدنش ممکن است، اما حکومت گفتنی یک شرط داره، شرایط داره، اسلوب گفتنی گپ داره، جریمه گفتنی گپ داره، انا بگیم یک 6 ماه گفتنی گپ داره، 3 ماه گفتنی گپ داره، مایلی محکم میکنن 3 ماه، سپراویتلنی کار گفتنی گپ داره، کار سپراویتلنی گفتنی گپ داره. یک انسان جنایت کرد، کار سپراویتلنی میگیری 1 سال 2 سال 6 ماه 12 ماه 15 ماه کار سپراویتلنی میبری، برا سود میکنی که میگویی که خیلی برادرم اکی اشتباه است، یکی یک تا همینجا گفت هم گپ 2 سال کار میکنی، شالله خدا خواه دویم دفعه گشته که یک کار تا تکرار نمیکنی، کار سپراویتلنی میتی. سترویکا باشه، کارهای دولتی نمیدونم انا فرق نداره، های کردن نقلیات باشه، نمیدونم کوچه تازه کردن باشه، کوچه رفتن باشه، درخشنوندن باشه، برف تازه کردن باشه، فرق نداره. اما شما یک انسانی که ناراضی را میبرین 10-12 سال زندان کرده استین. شما میدونین حیات انسان قطعی بازی کرده ایستاده. شما حیات تاجیکستانی ها قطعی بازی کرده ایستاده. نمیدونم، من هم قدر میگم که خداوند عاقبت چه به خیر بیاره. نیکی اگر یتتون در همی دنیا زنده مونین که من پسلید آدم همی روی دنیا باشم، من نمی قدر گارانتیتون میتم، برای که من فعل مردم تاجیکستان خوب میدونم، خوب پسیخیچسکی مردم میدونم که بله مردم اگر یک دوستت بدارن بسیار دوستت میدارن، نه که یک گندت ببینن. اگر بعد خچو میدونن چی کار کنن. بعد اون او وقت
یک گندش که یافت نمیشود که در درخت بشینه در بالای سرت 4 دونه چرچرک نقله در خلاصگر زور میشه. او وقت هیچ کتر خلاص نمیکنه. او وقت در دست ملت میزنی تا آخران گودک تمیارن کو نکزد میکنن. ایره فراموش نکنین انسان هایی که امروز در امنیت هستین. این کار شوخی نیست، گپ شوخی نیست. او کاری که شما کرده ایستادین. با یک امام علی را پدرنالد گفتن یا که یک امام علی را احمق گفتن برده شما 10 سال انسان 12 سال 20 سال یا کشته پرتافته ایستادین. او پدر دوره، اکا دوره، دودر دوره، اماکی دوره، اما دوره، خوله دوره. شما شوخی نفهمین این چیزا. او روز جواب گفتن نمیتونین. اگر همی تو اهالی تاجیکستان اگر کو با گشته با 6 میلیون هم رسه، همی 4 میلیون تگر نمی احوال داشته باشین، نیکی نمی باقی مونده کنم کار دا حقتون میکنم. ایره امروز و فردا حیاتتون نبرورین. باز هم میگم من سال 90 میدونم چخیل ملیسات لباساشا کشیده تای تورسی گرفتگی هستن که در او حالت که نبای خیل ملیسا آدم ها خیلی ظلم میکرد. نه خیلی ظلم بود. نه او زمان دا ملیسا پیراشکی میتال بیدن، نه پیراشکی فروش هر روز غم میدادن، نه بیچاره بگیم که سیمیچکا فروش تغارش با شتا زده چپا میکردن. این خیلی روزا نبود. همون روزا من خدمت خیشم ملیسا بود نزدیکم. میدونم چه خیلی گریخت اومده در تای پدوال باید پدوال دیگه کندنده روچنوی ده شبانه روز 3-7 متر تای زمین در اومدن خور رفتن که اگر میخپیدنش خلق نمیدونم در که جای یورا برده اشتراف کدگی یا در که جای یگان کور کدگی. اگر میخپیدنش کو ریزش میکدن. روز نبود که یک مرده ملیسا را یک ریزه کدگی ملیسا را پیدا نمیکدی با هم سالای 90. اما امام علی رحمان همین تاکیدها را میکنه. سالای 90 حیاتتون برآمد میگه. یعنی این تاکید با مردم میگه اما مردم سال 90 تری نبود. این تاکید برای ملیسا امنیت است. سال 90